داملازیا در کجاست؟ داملازیا نیست دیگر. چل نبوده است. بابای چی شد؟ مگر جنگ کردند؟ کجا رفتین؟ کارت رو کردن رفت. فروخ تو هیچ چیز رو نمیدونی. ازدواج اینها ساخته است آخر. یا خدا توبه، یا خدا توبه. من حالا به خواهرش چی میگویم؟ الو زورا جان السلام. من از داملازیا رو پرسیدنیم او با تو است؟ باید به مغازه می آمد اما نه آمد. تلفنشم خاموش است. نمیدونید که او در کجا است؟ بیتا جان زیا بیرون از شهر است. یک کارش برآمد. مفتیات او رو به کار فرستاد. یا خدایا توبه، به من این رو نگفت. مایلش تشکر زیاد. رحمت. حقا چرا تلفنت خاموش است؟ به کسی هیچ چیز گفتن نمیتوانم. با فریاد داد زدن میخواهم. غمم رو حتی معلوم کردن نمیتوانم. کلتکی است. التجا میکنم هرچی زودتر برگرد. به تو بودن طاقت کردن نمیتوانم. در خانه، در حجره، حتی به یک دقیقه ایستادن طاقت کردن نمیتوانم. برگرد التماس. عجب با دستگیر شدن آتش رو میدوند. اگر داند بسیار غمگین شده است. بیت المال تو رو غمگین نمیکنم، وعده میدهم. چی بپس؟ چی بپس؟ ایسته چیکار میکنی؟ سردی شما چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی سردی؟ لبای فکر کردی که مرده ها گپ زده نمیتوانند کلتکیل است؟
تو؟ چرا با جنازه هم نامدی کلته کلاس؟ آمده حداقل نماز جنازه رو میخوندی. تو مردی، حریف پست مردی. حیات پر از معجزه است کلته کلاس. همه ما را مرده بدانند و اما حجت های در کاری رو تیار میکنی. نباشد مرده حقیقی تو میشه. فهمیدی؟ حالا خورسند هستی کلته کلاس. در محبس پوسیده میروی. برای چی؟ برای اونالی که تو رو به محبس کشید. ارزنده بود. برای اونال کشتنی من ارزنده بود. میدونم کلته کلاس برای اونال نه. مرا برای دوست داشته‌ات و خواهرت کشتن خواستی. اما با بسیار دلشکستگی دچار شدی. به مردن جیانم اجدر سبب شدی. بعداً مرا کشتنی شدی. همه این جوابگری دارد. از روی عدالت تو هم باید جزا گیری. مرا با اونال دستگیر کننده با محبس کشیدی. با چی میخواهی سقراط؟ در زندان بودن به عذابی من برابر شده نمیتواند. بله من تو را به زندان فرستادم. خواطر نشو. کلته کلاس اونال را برای یزنه دوست داشتهش بودن نجات دهد. پس برای دوست داشته هایش چی کارهایی که نمی کند؟ شخصانی دوست داشتهت یعنی زن و خواهرت اگر در خطر باشند چی کار میکنی؟ خواهرت و زهرا در دستم است کلته کلاس. اگر به طور موی اونها دست رسانی تو را میکشم سقراط. قسم میخورم رحم نکرده تو را با دستان خودم میکشم. گوش کن و تو یک فرصت میدیم. خواطر نشو. برای نجات دادن خواهر و دوست داشتهت 24 ساعت وقت میدیم. در دوام 24 ساعت از محبس میگریزی. آنها را یافته نجات میدی. میدانم کارت بسیار مشکل است و تو باز یک امکانیت دیگر میدیم. بیا خودت رو نشون میده کلته کلاس. سقراط، سقراط. مسئله مهم است. باید کمیسر رونال رو بینم. او رو دعوت کنید و اینجا بیاید. مسئله حیاتی است. بس است. هر وقتی خواسته به هر کس با خوردن نمیتوانی. کوفه‌ای در رو باز کن که با حجره خنوب میپردازد. بین مسئله حیاتی است میگویم. خواهر و زنم را بردن. با کمیسر رونال باید بخورم. او رو به اینجا دعوت کنید. التجا میکنم. با سردار محبس گپ بزنم. اگر روزی شود با پلیس خبر میدیم. حالا رفته دم گیر. اگر دیر کنیم هر درشون رو میکشند. التماس کمیسر رونال رو به اینجا دعوت کنید. التماس میکنم. صدقات شما. چرا اینقدر میخواهی که کمیسر رونال رو ببینی؟ اگر اینقدر تعجیلی باشد گپ زن وزیر عدلیه رو دعوت کنم. ما رو مسخره میکنی ها؟ حیات خواهر و همسرم در خطر است میگویم. اگر با آنها یگان چیز روحیت سریع رو میکنی ها؟ این صدقه خوبی شوید. تو شما گپ زدن چای دستی. در رکشا میگویم بشرا. در رکشا.
این در رو کشایه این در رو کشایه در رو کشایه خدایم با ما کمک بکن بیتول تو رو نجات میدهم نجات میدهم خواطر مباش این ماشین سبیلی کجا شد؟ آنا اونجاست اونجاست شما کیسته؟ از من چی میخواهید؟ التجا میکنم مرا سردید التماس سردید خواهرش در دستمون است حاضر گرفتیم چه؟ خواهرش؟ با کم یگان حادثه رخ داد مرا به کجا برده ایستاده التماس بفهمانید لطفا دمت را گیر خاموش شو خاموش شو شما کی هستید؟ از من چی میخواید؟ کنی ماشین رو من کنید؟ به دختر آرام است پس سطح بگویید شما از من چی میخواید؟ ما از تو هیچ چیز نمیخوایم سقراط با تو کار دارد سقراط گفتی؟ بله تو مگر او رو میشناسی؟ اما سقراط وفات کرد وفات نکرد فرخشایه نوبدار کی داد میزنی دمت رو گیر نوبدار گوش کنید خواهر زن کمیسر اونال رو دزدیدند کی رو دزدیدند؟ این رو تنها با اونال میگم دعوت کنید بیاید مسئله حیاتی است نباشد هر دویشون رو بکشند کمتر بیشتر یک کس بود حالا دو کس شد خواهرم رو هم دزدیدند مگر نمیفهمید گوش کن اگر دروغ باشه مرا فریب کرده باشی خدا زند حسابش را برای میپرسد روزگی خدا کمک بکن اونال رو با اینجا دعوت کنید صدقه شما شد ایلش من یکون کار میکنم خلم به سردار میگویم ایلش یک بار بیرون برایم هوای تازه نزدید است برابر دفشت تیز کن شد یک لحظه با فکرم اون آدم رو میکشه کوشو درو کوشو این کار رو نکن خواهر زنم رو سخرات با کجا برد گپ زن درباره چی گپ میزنی نمیدونم گپ زن نباشد میکشمد احمق گپ زن به من تنها گفتن که تلفن رو با تو دیدم کی گفت که میده کی گفت نور احمق گپ زن کی گفت که میده زاغ گفتن یک آدم زاغش کی شخصی که تلفن رو روان کرد زهرا و خواهرم رو سخرات با کجا برد گپ زن احمق نمیدونم چی گپ است در اینجا؟ در درون جنگ دارم باید دیوانه ما رو از درون بیرون کرده در رو محکم کرد در رو کشوی در کار شما چی کنیم؟ یک طرف ایسته وقتی در تو سرسفر ندارم من رو فهمیده یا دم میزنه یا در اینجا میکشم سخرات خواهر زنم رو با کجا برد سخرات رو نمیشنیزم از حجرم یک آدم بود یک آدم اومده تلفن رو داد زاد سلام میگوید بعداً برای تلفن رو با تو دادن و من پول دیگر هیچ چیز رو میکشم تو رو بگو خواهرم رو با کجا برد احمق خواهرم رو با کجا برد گپ زن میکشم گپ زن گپ زن گفتم بیاید ما را سردارم آخر شما کلتکیلس رو دستگیر کردید که با خدا که نومتانه با آبی تیلا نوشتن در کار در اصل او را کشته نبودن معما نشد سردارم از برای خدا این خیل گپ نزنه لطفا خدا نشون ندید سردارم نام شما را در دیوار بخارا با حرفای زرین باید نوشتن در کار تو چی میگویی لبن چی میگویی یکیونلی با فکرم ما رو بنفخه میفرستن ما از این کار خفا نیستیم پول من زیاد بدهن میریم تماشا با تماشای درواز چه خیل درواز چه خیل نفقه پسر سردارم خیلی خسته شدیم کمتر استراحت کنیم آخه لبای کمیسر کارتاکلاس شما رو فوراً دیدن میخواد کارتاکلاس؟ بله او میگوید که جان خواهر زنتون زهرا در خطر است زهرا؟ چی خیل خطر؟ نمیدونم کمیسر تنها با شما گفتن میخواد بالش میویه لبند در حال با محبس رفتن در کار
سردارم ما رو صدقه سهلگاهشون نفقه کند. بله دروغ. خیلی دیگر چیکار میکنیم؟ پاچه‌مون در آبی گرم بگیریم و میشینیم. غم نخور، من به تو رخصتی میدهم. سردارم با من 10 سال شد که رخصتی نمیدین. بیا بهتر از این بارا گپ نزنیم. بابای ندارو، بالا زنت رو ندارو. این بیشرف باز از خفای کدام کار است؟ مرا چرا دیدن میخواهد؟ سردارم اینو اون رو یک طرف گذارد و در اصل من یک چیزی رو نفهمیدم. خانم زورا این کلتکیلت رو از کجا میشناسد؟ این اشم راست است. از کجا میشناسد بیشرف؟ دروغ میگوید. برای مرا هم به اینجا آوردن دروغ گفته است. سردار خوش آمده. خوش باشه. خوبه سازی؟ السلام علیکم. خوبی سازی؟ من لبن یوردم چه میخوش برو. جناب اونال چکلی که در تلفن خبر دادن محکوم کلتکیل است با شما و خوردن میخواد. بی ترتیبی کرده و اینون کاری کرده ایستاده و باز میگوید که حیات کیم کدوم زهره در خطر است. خاطر نشوی سردار، من بیاناتی او را میکنم. یک دقیقه جنابی بودین. این را عجب در کدام وقت روز میبیاد؟ ببینید در اینجا وقت بسیار مهم است. چه خیلی وقت دمت رو گیر. سردارم اجازه دید من به داخل درم پرس من کنم. از اون چنان سوالو میپرسم که نقشه‌های در سر بوده رو با یکدیگرش آمیخته میکنم. لیبت رفته با موشیچین رفتم سرحمت میرویم. روز یک تش بزنه بعد نگه سردارش زد اون نمیخش ما. خدایا التجا میکنم و بیتول یگان چیز نشود. با کیونال زن میزنم. نام وای چهارچشمه چی بود خدایا؟ چی بوده؟ لوینت بود. لوینت رقمش رو ندارم آخیر. رقم های لوینت رو سلیم. بله سلیم. خدای من سلیم با کی گپ بزنی تو گپ زن. بلا زنت پیشت رو نگاه نمیکنی ها؟ چی سیگنال میدی؟ بلا زنت را چی میخوایی؟ باز چی داری؟ نه خواهرم و زهرا رو دزدیدند. وقتی زیاد نداریم حیات هر دوشون در خطر است. زهرا؟ کدام زهرا؟ کدام زهرا میشه؟ خواهر زنم. تو زهرا رو از کجا میشناسی؟ میشناسم آخیر. این رو بذار حالا گوش کن. به تو میگم که حیات هر دوشون در خطر است. اونها رو سقراط دزدید. سقراط؟ تو مگر دیوانه شدی؟ سقراط مرد. انا این را بهانه کرده و از اینجا خلاص شدن میخواهی اما حیلت نمیگذره. گوش کن نه سقراط نمرده است. به تو میگم با سقراط با تلفن گپ زدم. چی خیلی نمرد؟ ممکن در خوابت گپ زده ای. چی حیله داری تو نه در داخل یک از به من تلفن داد. با سقراط گپ زدم. مگر تو این را نمیفهمی؟ ابله باید باور میکردم بوده است. به دروغ‌های ابله به من کردن باور کنم دعا کن که تو را نکشتم اما از اینجا جسد تو میبراید. اما نه التجا بکنم با من باور کن. حیات زهرا و خواهرم در خطر است. سقراط نمرد بوده است. احمق بیفهم. اونال ایست. اونال مرا گوش کن. اونال با کی اینقدر تو گپ میزنی؟ سیلین بردار تلفنت رو بردار خواهش میکنم. لابد سامی جان. سیلین جان با من رقم لوینت لازم است. رقم لوینت رو چیکار میکنی؟ بیتول رو دزدیدن. رقم لوینت رو بیده. چی؟ بیتول رو دزدیدن؟ سیلین از برای خدا بسیار سوال نپرس. التماس با من رقم لوینت رو روان کن. مایلش میگویم بنویس. 93
سیلین جانی جانونه شیشتای تای دلانه سیلین جانی منی سیلین. تو چی کار میکنی ها؟ سقراط نمرده است، زهرا را دزدیدن میگوید. او در محبس دیوانه شده است. سردارم از راستی میگوین که سقراط نمرده است. مگر دیوانه ای؟ آدم مرده مگر زنده است؟ سردارم شما با خانم زورا یک بار دیگر زنگ زنید که کلتکلس ما را خواتیر کرده است. یعنی در خطر بودن حیات خواهرش رو میگن. آخه چرا در باره خواهرش دروغ گوید؟ سردارم آخه وای خواهرش است. مقصد نگو، چون فهمید که از محبس نمیبرد عقلش رو گم کرد. نه این کلتکلس ما را بسیار خواتیر کرد. کلتکلس ما را بسیار خواتیر کرد سردارم. کلتکلس ما را. تو مگر دیوانه ای چی شد؟ سردارم کلتکلس و اژدر بس نبود که باز مسئله بار اومد. این حالت شما را بسیار خواتیر کرده سردارم. خاموش شو. انا بینید باز با خانم زورا زنگ میزنه. چرا که چون که کلتکلس شما را خواتیر برای به اون بی‌شرف باور کردنم نه. یعنی آخر زهرا با کلتکلس چی علاقه داشته میتواند؟ یک دقیقه الله بای الو لوند من سمیر. کدام سمیر؟ یه روشن‌تر گپ زن. سمیر خوالنگی. وای خیش اما که اکرم هفته گذشته صحبت کرده بودیم کو. شناختم سمیر. چی گپ تنجای؟ بیتول رو دوزیدن. التماس باید با اکرم گپ زنم. حالا اونها رو پای برده ایستادم. خانم بیتول رو دوزیدن؟ در کجا؟ کی کدام بیتول است؟ وای بیتول دکتر رو نمیشناسی مگر؟ خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. سردارم خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. تو چی میگویی؟ خواهرم و زهرا رو دزدیدن. وقت زیاد نداریم، حیات هر دوشان در خطر است. تلفن رو به من ده. سردارم با شما گپ زدن میخواد جناب سمی. گپ زنید. سمی گپای درست است؟ بله اکیونا. بیتول رو دزدیدن. کی گفت باوری داری؟ بله اکا در پیش چشمم دوزیدن. از قفای اون آدمو رفته ایستادم. نیم ساعت شد پای میبرم. حالا در کجایی؟ در راه کلون از مرکز گذرانده رفته ایستادم. حالا به نقدی نزد راه مرکزی در اومدم. الو اکیونا. الو ای بلا سنده. آن بی‌شرف راست میگوید. آنها رو دزدیدن. سردارم نباشد خانم زورو را هم. این چی گپ است؟ زهرا از خانه بسا خرسندانه برآمد. با داملازیا مناسبتشان عین حال بسیار خوب است. انشاءالله این مناسبتشان هیچ به آخر نرسد. انشاءالله. تو هیچ خواطر نشو. مناسبت آنها هیچ به آخر نمیرسد. جین دلم. مادر لطفاً. با تو چی شد؟ آخر ازدواج آنها ساخته است. ساخته. مگر مناسبتشان چنین دوام میکنه؟ تو هیچ بس نکردی. دیوانه اینقدر ساخته پخته میگویی. شوکت لبای اولو حضرت داملازیا در کجاست؟ در خوراک نصف روزی هم نبود؟ اولو حضرت داملازیا یک چند وقت در اینجا نمی شود. چرا؟ یعنی چقدر وقت نمی شود؟ در روز دوام میکنه. کار تو چی ملیس؟ کار تو چی؟ دردش رو تو میکشی. با تو چی میشود؟ کاری تو چیست گفت؟ اما من بر قصد زنی کلی اکه فروخ میگویم. دامولا مدتی دراز در بین ما نمی شود. شوکت لبای اولو حضرت چی معنا دارد مدتی دراز در بین ما نمی شود؟ یعنی یک مدتی دراز داملازیا در بین ما نمی شود اولو حضرت. من هم همین را پرسیده ایستادم. مدتی دراز در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ ها مشکلی همین است. مشکلی همین است. مدتی دراز نمی شود مشکلی است. در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ یعنی مدتی دراز این همه دراز در بین ما نمی شود. مدتی دراز شما هم دراز میگوید نفهمیدید چقدر یعنی چقدر دراز کنید بگویید. اتوز نکته بگی اولو حضرت مدتی دراز گفتن مرا شما نفهمیده. من این مستفید را فهمانده نتوانستم. کنی شما فهمانید این رو؟ من فهمونم. به دادرم از طرف مفتیات یک وظیفه مهم دادند. انا میخیر اینا نمیخیر. یک مدت دراز در بینمون نمی شود. مفتیات وظیفه دارش کرد. پس چرا به ما خبر ندادن؟ چی بود اکرم جان؟ بسیار مخفی بود. بله بسیار مخفی بود. وظیفه مخفی؟ بله وظیفه مخفی. دعوت کنی رفت. آها آفریقا رفت. آفریقا؟ برای دعوت رفت؟ بله آقای اکرم با آفریقا رفت. در آنجا همه لج میگردن. اوجا گفت که باید شما لج نگردین و که خنکتون میزنه با او بالا در اسلام باید تنه لج نگردی. این میگه فهموندنی را و باز در پیش خود مقصد گذاشت که تمام آفریقا را مسلمان نکنم با وطن بر نمیگردن. لباسپوشی و دین و آیین رو با آنها تعلیم میدن. بله اسلامو پنگ کردن. بخشش لبای جناب اکرم با من زورا در کار بود.
تلفنش خاموش است نیفتم. عجب در خونه است. زهرا به کار رفت. اونل چی شد؟ چرا میپرسی؟ هیچ، برای یک رفیق معماری خانه در کار بود، برای همین زنگ زدم. خب میلش برای کار. زهرا هم در خانه نیست. سردارم من بسیلین زنگ زنم از او خانم زورو رو میپرسم. الو عشقم. عشقم؟ خانم زورا در برات است. سردارم با او درباره یک چیز گپ زدنی بود. چی؟ با کار نامده است؟ تمام. سردارم بعد به او زنگ میزند. میلش جانم میپرسم تو را. خیر سردارم خانم زورا با کار نرفته است، اما پنیک نمیکنم. شاید با کشون حسن رفته باشد. زن است آخی. سفسطه نگو بفهم. بیتلو رو که دیدی اگر سکرات زنده میبود از اون شبه میکرده. سردارم عجبا کلت کلت راست میگوید. تو چی میگوی لیبنته؟ عجبا در حقیقت سقراط نمرده است میگوید. پسرم گور کردنشو هر دو بود. دیده داشته باشد نماز جنازه کلت کلت هم خونده شده بود. تابوتش من برداشته بودم. لیبن سرم رو گرنگ نکن. تو بس همین زنگ زن در کجا بدونشو فهم. گروه ها رو روان کن. باز باز او را زنگ زن. من باشم یکین به شرف رو بینم با او گپ زدم. تمام صدا شما پی کارتون شوید. پوری بازی داره. بس گوشونه. شما چیکار میکنید؟ پوری نمیبینی شخمت بازی داره؟ خوب و مگر این خیلی شخمت بازی میکنن؟ سقاچه خواهش کجایم؟ برادر گم شو، خودمون میداریم قدمش کجا میرون. شاه مات بلا سره. من از برای این ابله شخمت رو باختم. گم شو از اینجا. پدر داره می؟ من دامولا هستم. دامولای مسجد اشتباه کردم مرا به اینجا آوردن. همه خیر. با فکرم تو پاپ هستی. پاپ؟ استغفرالله، من پاپ نیستم. من دامولای مسجد هستم. من نباید در اینجا باشم. من باید در مسجد باشم. میدونی من خودم رو پاپ گفتم. مرا قبیطه به اینجا آوردن. مرا فهمیدی کلقندو؟ فهمیدم البته فهمیدم برادر. نقش مرده را بازی کنم میارم. همه خیر. کنی نور من بینا. اینقدر خوش رحکک مردی. خدا جانت گیرد. از راستی مرده؟ تو دامولا هستی؟ بله دامولا هستم. دامولا در مسجد امام هستم. اگر دامولا هستی بیا جنازه این ابله را در اینجا بخوان. استغفرالله یا توبه. این خود دیوانه هوشیارم یا توبه. استغفرالله توبه. ای همشهری خیز وای رفت وای گریخت. وای گریخت. درباره دزدیده شدن اونا هرچی میدونی بفرما.
با من سکرات زنگ زد 24 ساعت وقت داد از اون 4 ساعت از گذشت که وقت ایجاد نداره هم زهرا و هم خواهرم رو میکشه. گوش کن سقراط مرد میگویم به تو مرد گور کردنشو با چشمان خودم دیدم. من هم با تلفن گپ زدم میگویم چرا باور نمیکنی؟ فرض کردیم که نمرده باشد چرا خواهرت رو دزدید؟ برای از من قصد گرفتن. بیاون مان شما مگر شریک نیسته؟ گوش کن در حیاتت یک بار هم باشد مرا گوش کن. سقراط از من کشتن تو رو خواسته بود. مرده تو رو نادیده و من باور نمیکرد. از همین سبب تو رو بیهوش کرده و جنگل برده. مقصدم او رو در اینجا فریب کرده کشتنم بود اما نشد. آخر زد و خورد رخ داد و گریختن مجبور شدم پلیس اومد. فکر کردم که سقراط مرده است اما نمرده بود است آخر. یعنی تو با سقراط همراه نیستی؟ تو مگر فکر کردی که من به این دروغ باور میکنم؟ گوش کن سقراط زاغ گفتن یک آدم دارد. آدمی که در محبس به من تلفن داد او یافته است. چخیلی که فهمیدی زاغ را یافته سقراط را یافتن در کار است. وقتی از دست دادن ندارم. حیات زهرا و خواهرم در خطر است. نمیفهمی مگر تو با زهرا چی علاقه داری؟ زاغ سیاه بودنی مرا میدانی؟ خیر چی شده است؟ علاقه زهرا و زاغ سیاه را نمیدانی؟ چی؟ چی خیلی خیلی تو چی ها میگویی ها؟ چی ها میگویی؟ این ماشین در کجا باشد؟ این ماشین کجا گم شده؟ لعنتی ها گریختنتون رو فکر کردید. انیت بیتول رو در اینجا نگاه میدارند. اینها چرا بیتول رو دزدیدند؟ از روی کلتکیلاس دیگر از کجا میشد؟ دامولوزیا و بیتول یکون چیز شود تو رو میکشم. بیشرف تو با نقاب زاغ سیاه با زهرا عشق بازی کردنت رو میگویی یعنی ها؟ تو چی خیلی آدم هستی ها؟ تو چی خیلی بیشرف هستی ها؟ تا تگی گلویم در اومدی از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم. از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم. نه حالا اینها به یک طرف بذار. برای اینها وقت نداریم. از اینجا برآمدنم در کار. زهرا و خواهرم را تنها من خلاص کردم میتوانم. تو را باید از اینجا برارم ها؟ من شخصی که تو را از اینجا میبرارم نابود میسازم. مجبور هستی. مجبورم ها؟ اگر حیات یک کس در خطر باشد او را پلیس نجات میدهد یعنی من. تو کیستی؟ گوش کن درد سقراط با من است. اگر تو برای نجات اونها بروی چشمانش رو ناپوشیده هر درشون رو میکشد. او دیوانه تیار است نمیفهمی. اون التجا میکنم مرا از اینجا برار که زهرا و خواهرم رو نجات دهم. به آنها من هجم. بس کنیم بس کن. اجازت بده از اینجا برایم. بعد از اون اومده به سرم پروی ندارم اما خواهش میکنم التجا میکنم اون مرا از اینجا برار. بیشرف چی خیلی نجات میدی؟ چی خیلی که طفلم رو نجات بودی همین خیلی نجات میدی؟ با وفات کردن طفل تو من علاقه ندارم. سقراط به جانی و قصد کردین رو میدونی. تو کردی. اگر تو نمیبودی تو کف کلاس نمیبودی آن سقراط بیشرف هم نمیشد. و نه باور بکن من بسیار غمگینم. غمگین بوده است همش از روی توست. سقراط از روی تو شد از زهرا و خواهرت را دزدید. یگانه مسئول اینها تو هستی. اما نترس پلیس مانند تو پس نیست. بیتول خواهر توست گفته او را در حالت مشکلی نمیگذار نجاتش میدیم. تو حالا در اینجا نشسته استراحت کن.
نه جان از اینجا یک جای میبرایم. تو از اینجا برموده نمیتوانی. از اینجا میبرایم. باید برایم. پیش درو درو کشو. نه جان گفتم. درکشو شو این رو به حجره پرتوی احتیاط کنید نگریزن. اونال این چی خیل شد؟ خطای من بود. اینقدر سست گذاشتن لازم نیست. پروا نکن. پگاه او را با یک محبس امنیتش بلند درجه انتقال میدیم. از آنجا گریختنش امکان ناپذیر است. مگر این خانه از قفو در داشته باشد عجبا؟ از در قفویش به درون خانه درآیم چی؟ سمی از در قفو در آمده چی کار میکنی؟ در برای چیزی نداره. شاید به تو بسیار ترسیده است. یا خدایا. کنی بینیم؟ الو لبای. ها لوینت. جناب سمی ما هم شما رو کفته ایستادیم. شما در کجایی؟ در اینجا موج گم می شود. حاضر بیتون رو به یک خانه آوردن. در داخل جنگل هستم. جناب سمی ما رو گوش کنید. ما از تلفن شما مکانتان رو مایه کرده ایستادیم. شما در آنجا خودتون رو نشان نداده پای بودن گیرید. با احتیاط باشید. هرگز یگان نابکاری نکنید. تشکری زیاد اما لطفا زودتر بیایید چون که به داخل به یگان کس در آمده نمیتوانم. میترسم که به بیتون یگان ضرری نرسد. جناب سمی از شما یک چیز رو بپرسم. خانم زورو رو هم دزدیدن؟ زهرا؟ جناب اسلامی مگر خبر ندارید یک دروغو گفت که زورو رو هم دزدیدن. بابا زهرا رو هم دزدیدن خبر ندارم. بله در اون طرفو دیار نیست؟ نه ندیدم. من از قفوی بیتول تا اینجا آمدم زهرا رو صاف ندیدم. میلش شما خاطر نباشید. با کمتر پد به ند شما میآیم. شما با احتیاط باشید. خودتون رو نشان ندید. میلش من انتظار. چی شده است؟ علاقه زهرا و زاغ سیاه را نمیدونی؟ چی؟ شما خوب هستید دیگه چیز نشد؟ یزنه ما خوب هستیم. زاغ سیاه در داخل است. لطفا او را نجدید. زاغ سیاه؟ بله زاغ سیاه آمده جان همه ما را نجات داد. تو اقلا رفته جان همون زاغ سیاه را نجات دادی؟ زهرا میدانستی زاغ سیاه بدنی کلتکیل از رو میدانستی. بیشرف تو به داخل آیلم در آمدی. حیات زهرا رو هم سوزاندی بیشرف. سردارم لوین دیگه خبر هست؟ هست خبر بسیار داریم. از تلفن جناب سمی جایش رو یافتیم. خانم بیتون رو به یک جنگل بردن. او در آنجا با احتیاط ما رو انتظار است. خوبش زودتر بریم. سوار شو لوین. حالا برای گربه ایستادی یا برادر؟ دیوانه تو مرا پچک کرده میگذاری و برای گربه میستی. عقداریان یک گوشایت میشنمن. یا توبه کردم خدایا. این رو ببینه دیوانه خدا جانتان گیرن. حجت رانندگی را خریده است. تو همینا خلاف بیا میرویم. پگاه به دیگر جا میبرم تو را. کمتر دم گیر.
شما در قفا بدگی ها اطراف خانه را احاطه کنید. فهمیدید؟ خاموش باشید. میلش آرومانه روید زود روید. اطاعت سردارم. کامران قربان شما خانه را از طرف چپ احاطه کنید. زود باشید زود. سردارم من چیکار کنم؟ لبن تو سمی رو یاب. میلش از این شخصانی که بیت المال رو دزدیدن در کجا بودن زهرا رو فهمیده میتوان. میلش سردارم خودت رو احتیاط کنید. خب من رفتم. میلش تو هم. چی؟ کالتا کلاس؟ بلا زند! این آدم چی خیلی از محبت میگریزد؟ ای داملازیا این جمعخانی و خودبخانه یتیم ماندم. من چی بکنم؟ های مرا گوش کنید. امشب داملازیا را از محبس میدوزدیم. تیاریتان را بینید. مایلش اکا چی از محبس میدوزدیمش؟ بله. اکا تقلت رو خونده یا؟ چه گفتی؟ با فکرم شما کیناهای سیاسی رو بسیار تماشا میکنید. این کار آسانه است ها؟ چه خیلی سیاست ها؟ ما در اینجا درباره انسانگری گپ میزنیم و تو باشی سیاست میگویی؟ اکا صدقه تو شام در اینجا بودن من خطا است. سیوال ما رو میبیند من تلخ کفم. باز از محبس آدم میگوید. اینجا مادر گیر. همه را به نیستی نبر. اگر در کار شود تو را آنجا گذاشته دامالا رو میبراری. اکا خواهش میکنم مرا نگذارید در آنجا و نه شرف رو گذارید. سالی گذاشته مرا گذاشته بودید که آخر ما این خیلی نکنید اکا جون. اکا راست گپ نمیگ بسیاری بس او را گذاریم بهتر است. راست میگویم اکا. السلام علیکم. السلام علیکم. این دامالا از کجا برآمد؟ باز این دیوانه اومد. با فکرم نماز میخونه. از پشت این دیوانه نماز خونده میشود؟ دامالا زیا رو بینم از اون میپرسم گفتم اما در هیچ کجا نیست. کار دارد کمتر پس شما در کجا بودن دامالا زیا رو میدونید آقای کنان؟ میدانم گفتم کو کار دارد. کسی پرسد به نزدیکی میآید بگو. محترم جماعت شما رو دیده راستی خیلی خرسند شدم. میدانم که مرا انتظارید. مرحمت به مسجد درآیید. جماعتی عزیز مرحمت کردم به مسجد درآیید. من یک طهارت کرده می آیم. کدام به عقل این نان را با زمین پرداخته است؟ آقای کنان من کالتا کلاس. داملازیا بخشش زیاد که به زیارتتان آمده نتوانستیم، لیکن امشب شما رو میگریزانیم. در کار نیست. من خودم به همین هم گریختم. چی؟ گریختید؟ داملا آخر این خیل نمیشود. نمیگذارید که ما هم با خودمون یک مقدار ثواب به دست آوریم. هیچ گپ نه. یگان وقت دیگر. داملا شما در کجایی؟ ای وای هم دیوانه هم محبوس علاوه بر این از محبس گریخته است. آقای کنان وقت زیاد ندارم. زال گفتن یک آدم در آن را یافته میتوانی؟ میابیم داملا مشکلی نیست. چه شد؟ یگان مشکلی هست؟ سقراط ابله نمرده است. زهرا و خواهران رو دزدیده است. برای آنها را یافتنم 17 ساعت دارم. وای فرزندی بیشرف. داملا شما خواطر نشوید. مشکلی نمیشود. من آن زاغ لعنتی رو میابم. با داملا زیاد گپ میزنید. یک چیز رو پرسیدنم لازم بسیار مهم است. علی استاد؟ هجری؟ استاد هجری این خیل نکن. استاد سوال کوتاه است. با خدا که کوتاه. گوش کن هجری حالا هیچ وقتم نیست. استاد میپرسم. هجری پسرم نپرس. استاد از دو انسانی که بسیار دوستشان می‌داریم اگر فرصت یکیش رو نجات دادن رو داشته باشیم کدامش رو باید نجات دهیم؟ چی گفتی؟ این خیلی سوال است. مگر خوب دیدی؟ بله استاد این شب خوب دیدم. ای تلفن را ده. داملا مرا ببخشید. ناگهان یکی پریشان شدم. این احمق تلفن رو از دستم گرفت. خوابش رو فهمانده ایستاده است. آقای کنان یک لحظه تلفن را به هجری دهید. این احمق خوابش رو نقل دارد. ایستید آقای کنان یک لحظه تلفن را به هجری دهید. گیر گفزن. استادم است؟ استاد؟ هجری در خواب چی رو دیدی فهمون؟ استاد پدر و مادرم در لب جر میافتیدند. فقط به یک جایش دستم میرسید. از یکدیگر در مسافه دور بودند استاد. اگر به سوی پدرم دوام مادرم به سوی مادرم دوام پدرم میافتید. چیکار کردنم را ندانستم استاد. خیر تو چیکار کردی؟ استاد با همان ترس بیدار شدم. پدر و مادرت سلامتند؟ سلامتند استاد. در قشلاقند. با آنها از نام من بسیار سلام بگو. در حق من دعای بسیار کنن. میلش گپ نیست استاد. در حال میرسونم. در حال زنگ میزنم. به شما دعای بسیار میکنم. خیر نباشد استاد سوالی که پرسیدم در این حالت چیکار کردنم لازم میآید؟ خدا هیچ کس رو با دوستانش امتحان نکند. این بسیار حسیات بد است. می نویسم استاد. خدا هیچ کس را با دوست داشته هایش امتحان نکند. سلامت باشید استاد. استاد یک سوال دیگر دارم.
از پس یک کسی دیوانه نماز خوندن درست است یا نه؟ هجری در یک روز یک سوال بس است، این رو بعد میپرسیم. مایلش استاد مایلش، خدا از شما راضی باشد. وقتی شما رو بسیار نگیرم، سلامت باشید برای کار. ای جماعت مرا گوش کنید. آن داملای دیوانه هست کو زندانی شده است، با وجودان از محبت گریخته است. او را باور نکنید. وی داملای ساخته است، ساخته. با او باور نکنید. ای مرا دیوانه نکن، این را خاموش کنید. یا پیس رو گرفته برای ای مرا صدیحت، مرا با کجا میبرید؟ ای صبر کنید. هم دیوانه است هم دروغگو بفهم. مرا صدیحت، ای مرا صدیحت با کجا مرا میبرید؟ بگویم با شما صدیحت مرا آخیم. لوین در داخلند و بیتول ضرر رسوندنشان ممکن. آخر جناب اسلامی کمتر آرام شوید. اینقدر خودتون رو پراشان خاطر نکنید. همه کار وقتی خود رو دارن. ما اطراف خانه رو احاطه کردیم. حالا کمتر پس به داخل در آمده خانم بیتول رو میگیریم. مرا لوین میگم. من هم با شما میآیم. هیچ کس نگفته است. این کاری پروفسیونال ها. با جان خود جبر نکن. کمتر آرامی رو رویا که تمام. سمی تو باوری داری که بیتول رو به اینجا آوردن؟ اکا باوری دارم. من چند ساعت شد که اینها رو پیگیری دارم. اینها رو در درآمد جنگل گم کردم. اما کمتر پیش آدم به ماشین سوار شده رفت. حالا بیتول با 2 آدم در داخل است. چی ایستادیم؟ بیا به داخل درویم. رفتیم سردار. عصب لبه برونه بخوبی تصمیم شوید. حرکت ناجا نکنید. گیر در پیشانی کنید. داخل رو بینه. زود باشه. در درون هیچ کس نیست کمیسرا. خیلی نیست. خوش رو نگاه کردن؟ بله. سردارم خودو برم. زود رفته بین. کلیگو بیتول رو به کجا بردیم؟ خانی گفزن. تمام سمی آرام. سردارم یه دروغ راست میگفته است. در اینجا هیچ کس نیست. خیلی هیچ کس نیست. بیتول زهرا را به کجا بردید ها؟ من از کجا میدونم؟ سخرا در کجاست؟ سخرا در کجاست؟ ای بچه سخرا در کجاست؟ اینها را گرفته بره. تا گم زدنشان اینها را خوبه. یکان چی گفتن به من زنگ زنید. روید. اکا من اونها را دیدم. دروغ میگویند. یک جای به درون در آمدم. سمی تو رو فریب دادن، فریب کردن. چی خیل؟ چی خیل؟ بیتول را به دیگر ماشین سوار کردن. تو باشی اینها را بیدون تا اینجا پیگیری کرده. حریفان احمق. وای این رو بینه. اما کنال من چی کردم میدونید؟ هنگامی با ماشین گذاشتن آنها را خمی ماشین آنها رو صورت گرفتم. انا بینید افتو نمودشون هست. چی میگویی؟ کنی بینه؟ بینید اکا بینید. آفرین پندت زن. لوین این رو گرفته به تمام گروه ها تقسیم کن. من سردارم تلفن استفاده برم. استفاده برد لوین. تمام حال حل میکنم. من مورمه یعنی بیتول رو از روی کلتا کیلاس دزدیدند ها؟ یک دقیقه جناب سمی شما کلتا کیلاس گفتید؟ نه همین خیل گفتم. بله همین خیل گفتی. تو مناسبت زهرا رو با زاغ سیاه یعنی با کلتا کیلاس داشتنش رو میدانستی ها؟ زاغ سیاه هم کلتا کیلاس بوده است. تو چی میدونی سمی؟ پس چرا کلتا کیلاس گفتی نباشد؟ من میدونستم که زهرا به زاغ سیاه عاشق است. اما کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو نفهمیدم. یک لحظه ایستا صبر کن. انا با زاغ سیاه عاشق بودن زهرا را باز کی میداند؟ همه میدونند تمام اویلام. وای این کار رو بینا. وقتی کلتا کیلاس بودن دامولا سیاه رو فهمیدم اینقدر حیران نشده بودم و چون کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو فهمیدم. تو چی میگوی تو؟ سمی تو چه ها میگوی؟ دامولا سیاه کلتا کیلاس بوده است؟ زنوک اکا من هم نفهمیدم. چی خیلی دامولا سیاه کلتا کیلاس زهرا با کلتا کیلاس اویله دارد. بله کلتا کیلاس زهرا دامولا سیاه شما مگر ما را نمیشنوید؟
دیگه زور نزن. هیچ کس تو را از دست من خلاص کردن نمیتواند. سردارم خدا تو نزن سرطان اکا آرام شد. اکا نه جناب اسلامی تمام. حالا آرام باشید و مرا گوش کنید. سردارم سکته میله سر شد. این سیندروم سپید است. این سیندروم دانستم و سپید است. حالا کاری نکردم و تنها در بری سردارمون نشستن میشود و با او سر و کار نمیگیریم. سیندروم کمتر در وجود پنج میشود. بعد به هوا میرواد. فهمیدی بفهم؟ فکر نکن. بشین ما خودش زدن بگیریم. بشین نه بچه بشین. بشین جالب است این کسل سیندروم اوناله. بسیار داد میزنه فریاد میکنه بعد میده بخت میاد سر میشه. یا خدا از همین سیندروم اینا ما بنده تا در پناش نگه بدارم. اینا آخرت مرا سردیهت. دلی مرا دیونا بیرون باز کن. مرا جماعت منتظر است. مرا سردیهت. من باید به مسجد روم. جماعت مرا منتظر است. شما این را بفهمید یا نمیفهمید؟ من به شما گفته ایستادم سردیهت. این را گرفته به دیوانه خانه پرتفته زود بیایید. ای برادر ما دیگر کار نداریم مگر کاری شما رو میکنیم. گیرید شما چیکار کرده ایستاده است؟ گناه از گناهی هستیم. برادر اگر از خودش نبروید گوید من با پایش پرونم دیگر نمیگریزد. بیایید ما او را خودمون میبریم. مرا سردیهت. من خاموش راه گرد. من دومولای مسجد هستم. با من باور کنید. من با شما راستش رو میگویم. مرا سردیهت. من دومولا هستم. از ذاق متهم یگان خبر هست؟ با خدا کی نیست که ما هم زنگ رو انتظاریم. مایلش رفتیم. شما کیستید؟ از ما چی میخواید؟ اکام با شما چی کرد؟ دمت رو گیر خاموش. با اکات بیزار کردی. با دختر داد نزن. زهرو اکام با این آدمو چه علاقه دارد؟ زهرو نمیدونم بیتر. آرام شم. بمبه ها رو چسبونید. تو چی کار میکنی ها؟ تو چی کار میکنی؟ دیوانه ای مگر؟ خدای رو مگر شما چی کار میکنی؟ خدایا بم آمده. آرام شم بیتر. آرام شم. خدایا بله همش از کالتا کلاس وابسته است. کنی بینیم سری وقت شما رو نجات میدهد.